بسم الله الرحمن الرحیم. اعلامیه شورای سرتاسری علمای افغانستان. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. شورای سرتاسری علمای افغانستان به سلسله جلسات نوبتی خویش از تاریخ 28 برج سرطان 1395 تشکیل جلسه داده روی موضوعات و مسائل مهم بحث و گفتگوی همه‌جانبه به عمل آورده اعلامیه ذیل را صادر نمود. 1. قوت‌های امنیتی و دفاعی کشور برای دفاع از دین، وطن، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی می‌رزمند و قربانی می‌دهند که از نظر دین مقدس اسلام بدون شک مرگشان مرگ شهادت است. چنانچه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: عن سعید بن زید رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من قتل دون ماله فهو شهید و من قتل دون اهله فهو شهید و من قتل دون دینه فهو شهید و من قتل دون دمه فهو شهید. رواه ترمذی و النسائی و ابو داود. هر کسی که به خاطر دفاع از مال، ناموس، دین و نفس خود کشته شود شهید است. متاسفانه برخی مردم تحت تأثیر تبلیغات منفی دشمنان وطن قرار گرفته و در بعضی مناطق کشور از ترس مخالفین مسلح در مراسم نماز جنازه منصوبین اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی کمتر اشتراک می نمایند. لذا شورای سرتاسری علمای افغانستان از ملت مسلمان و مجاهد تقاضا می نماید تا به اهتمام کامل در مراسم نماز جنازه شهدای مذکور اشتراک نمایند و زیر تأثیر تبلیغات مغرضانه دشمنان نروند و نیز از محترم رئیس صاحب جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا می نماید: الف، به منظور انجام وظیفه دینی و ملی و به خاطر قدردانی از مقام و فداکاری شهدای عزیز نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، حقوق و امتیازات سربازان و افسران پس از شهادتشان قطع نشود و تا زمان رفع احتیاج به خانواده های شهدا به صورت آبرومندانه رسیدگی صورت گیرد. به تمام رسانه های صوتی، تصویری و چاپی هدایت دهند که در نشرات خود برای آنها اصطلاح شهید را به کار ببرند. ماده دوم، تروریسم جهانی بر اساس اهداف غیر انسانی و غیر اسلامیشان در حملات وحشیانه خود از ارتکاب هیچ گونه اعمال حرام و ناجائز دریغ ننموده و نه هم احترام به مقدسات اسلامی را رعایت می نمایند که یک نمونه بارز آن حمله بر مدینه منوره در آخرین شب ماه مبارک رمضان بود که بدون شک قلوب همه مسلمانان جهان را جریحه دار ساخت. شورای سرتاسری علمای افغانستان این عمل وحشیانه را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از کشورهای اسلامی تقاضا می نماید که بر اساس انما المؤمنون اخوه، یقینا مؤمنان با هم برادرند، با حفظ اتحاد و برادری مراکز اصلی تروریسم را ریشه‌یابی نموده و در محو و نابودی آن اقدامات مؤثر به عمل آورند. 3. این یک حقیقت واضح است که جنگ بین مسلمین از نظر قاعده اصولی در ذات خود یک عمل قبیح می باشد. این قباحت جنگ زمان زیادتر می گردد که انسانها برای به دست آوردن اهدافشان
به عوض راه‌های مسالمت آمیز بر تداوم جنگ پافشاری نمایند. بدون شک به اساس اصول اسلامی هر جانبی درگیر که به عوض صلح جنگ را ترجیح می‌دهد مسئولیت آن به نزد الله و ملت سنگین‌تر می‌شود، چون همه ما مسلمان بوده و اسلام را به حیث یک نظام در تمام ابعاد زندگی خیش قبول کرده ایم. بناهن از این حقیقت انکار کرده نمیتوانیم که مسئولیت جنگ‌های ذات البینی که مسلمانان که در آن کشته میشوند به دوش رهبران گروه‌های درگیر بوده و آنها نمیتوانند خود را از این مسئولیت تبرئه نمایند. چنانچه رسول کریم صلی الله علیه و سلم در مورد قتل مسلمان بیگناه ارشاد فرمودند: عن براء بن عازب رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مؤمن بغیر حق. رواه ابن ماجه بسند صحیح. از حضرت براء بن عازب رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: زوال دنیا به نزد خداوند از قتل مسلمان بیگناه آسان تر است. شورا به اساس مسئولیت اسلامی خیش از جوانب درگیر جنگ تقاضا می نمایند که بالای این ملت مظلوم ترحم نموده و به قتل جنگ و تأمین صلح از راه مذاکرات اقدام نمایند. تقاضای دیانت این است که محاسبه و عذاب الهی را از هر چیز دیگر مهم دانسته و بر موقف تداوم جنگ و کشتن برادران مسلمان خود غور شود، زیرا که جنگ راه حل نبوده و به نفع ملت مسلمان و رنج دیده افغانستان نمی باشد، بلکه متضررین جنگ جاری افغانها بوده و مفاد آن به بیگانه ها می رسد. و السلام شورای سرتاسری علمای افغانستان.